این هفته خبر تو خبر داره براتون از مصاحبه شیخ فری با تیویریش که میخواست یه خودی نشون بده و آشی برای انتخابات 96 بپزه، اما سوتی رو داد و کل نظام رو برد زیر اخیه. مسئله اشتغال مهمترین مسئله کشور هست، یعنی در میان همه مسائلی که حائز اهمیته به نظر من اشتغال مهمترینه و بیکاری میتونه معضل بسیار بزرگی برای جامعه ما و کشور ما باشه. بعدم اومدن واسه تولد شیخ فری مثلا یه فیلم تبلیغاتی بسازن و بگن طرفدار داره، اما از توش این در اومد یه دونه کلید فوشش میده، کار خاصی نمیدیم بهش واقعیت. خلاصه این شیخ بنفش حسابی به دست و پا افتاده که برای دور دومم سوار خر قدرت بشه، اما حالا نتیجهش چی بشه معلوم نیست. بعد از اینکه جواد ظریف یه سیگنالای مخفی مبنی بر شکرخوری بر سر برجام صادر کرد، پاسدار قاسمی جوشی شد و اینجوری رفت براش. دیروز مطلع شدم که جناب آقای وزیر خارجه در جمع خصوصی مجلس فرمودند که اشتباه کردم، به جان کری اعتماد کردم. اولا این اعتراف زیر لحاف قابل قبول نیست، تو مجلس برای جمع محدود هم قابل قبول نیست. برای امت شهید پرور مطالبه داره و خاصه افسران جوان جنگ نرم در دانشگاه ها اعلام میکنیم، اعلان علنی این مقوله جناب آقای وزیر خارجه، اعلام این شکست بایستی رسما در مقابل دوربین جهانیان اتفاق بیفته، برای این که فتنه برجام که نشون دادن شکست انقلاب اسلامی دیگر نمیتواند بود، باید عقلانیت حاکم بشه، عقلانیت از نوع غرب باوری و گرگ باوری باید علنی گفته بشه، همون گونه که دیپلماسی خنده علنی بود، همان گونه که دیپلماسی ایمیلی بود، همان گونه که دیپلماسی اعطای فرش ظریف بافته 1400 شانه طرح استاد فرشیان بکری و بندی شرمن اتفاق افتاد، همان گونه که دیپلماسی بالکنی در فندق الکبرگ نبش شارع تئودور هرتزل اتفاق افتاد، باید این اتفاق یعنی غلط کردن نامه آقای وزیر خارجه رسما در مقابل دوربین باید اتفاق بیفته و نه. حالا رینگی که یه طرفش پاسدار قاسمی باشه و یه طرفش ظریف احتمالاً یه چنین چیزی میشه. این کواکبیان جام زهری هم از حالا دنبال دورخیز انتخاباتیه و میخواد به واسطه شریعت نداری پوز عظما رو بنوازه. آیا حسین شریعت مداری اگر واقعا میخواد جدی پایگاه اجتماعیش متوجه بشه، نره از بودجه بیت المال توی روزنامه کیهان بنویسه، بیاد یه حزب بزنه ببینه چند تا طرفدار داره، اون وقت بیاد به اندازه همون پایگاه اجتماعیش حرف بزنه. اما متاسفانه همه چی در اختیار هست، همه چی حالا بحث فتنه میشه. من 3 تا وزیری که
تو این دولت رأی آوردن، یه امام جمعه محترمی که ارادت هم داریم برگشت گفت کل مجلس فتنه است. حالا یه نگاهی هم به تازه ترین قسمت سریال حقوق‌های نجومی بندازیم که همینجوری داره بین شیخ فری و مم صادق لاریجانی پاسکاری میشه و ته خط هم هیچی به هیچی. توی بحث فیش‌های حقوقی آقای اژه‌ای یه التیماتومی دادن به دولت مبنی بر اینکه حالا اینا بیان یه گزارشی رو ارائه کنن. متاسفانه دولت گزارشی رو ارائه نکرد و یه التیماتوم به پایان رسید و قوه قضاییه اعلام کرد که ما خودمون ورود کردیم. چرا دولت هیچ اقدامی توی این زمینه نکرد؟ قوه‌ای بر قوه نمیتونه شرط بگذاره، همچین شرطی هم گذاشته نشده. خلاصه آخوندا تو مخمسه گیر کردن که جای هیچ النگ و دلنگی نیست. یعنی پای یکی که سر بخوره بقیه رو هم چپ میکنه. این هم جدیدترین جوک 2017 از زبون سرتشتک پاسدارا که ترس از نارضایتی ملت توش بالبال میزنه. باید مراقب باشیم که انجام مأموریت برای برقراری امنیت منجر به ایجاد نارضایتی بین مردم نشه. نکته‌ای که اکثر کشورهای دیگه به اون توجه ندارن. یعنی ماشین عظما با این بار مصیبتاش همین روزاست که چپ کنه. بعد از توافق آتشبس و چپ شدن میز آخوندا تو سوریه، تنها کاری که از دست تیویریش بر اومد این بود که یه خبر کشکی جور کنه و اینجوری به خورد بیننده هاش بده. پایان گروگانگیری تروریست ها از سرگیری عملیات تبادل از سوریه خبر میرسه. ساعتی قبل تروریستا سرنشینان اتوبوس هایی رو که گروگان گرفته بودن آزاد کردن. آخوندا بعد از اشغال حلب رفتن تو فاز قروبشگر، اما خوشحالشون زیاد طول نکشید. این جوجه بسیجی که معلوم اساسی توهم زده و دچار بیماری خود تئوریسین پنداری هم هست، اومده اینجا تا یه گزارش از سیر ریزش تو نظام ولایت بده. اون استاد دانشگاهی که اول انقلاب افتادن تو این بحث انقلاب فرهنگی، دانشگاه‌ها استادایی که ریششون رو با تیغ می‌زدن اخراج، کراوات داشتی اخراج، نمیدونم فلان اخراج، امروز ببین سرشون چجوری تو آخر سفارتخونه‌های انگلیس و آمریکا و کجاست. برو این استادایی که اول انقلاب مقاله نوشتن توی کیهان که بعد از شاه نوبت امریکاست، از استادایی که همین مملکت خودمونن که بعد آمریکا رو انداخت بیرون، امروز مثل اسپایدرمن میشستن به دیوار که رو پرچم آمریکا رد نشه. یه نمونه دیگر رو از زبون این بزبز قندی بشنوید که میگه آقا بعد از این همه سال بگیر و ببند و عمامه گذاری رو سر دانشگاه‌ها به جایی نرسیدیم و نتیجه اینه که میبینید. چند بار دیدیم مثلا یه استادی توی جامعه شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی به دانشجوش گفته باشه که پایان نامت بسیار قشنگه، کاملا هم علمیه، ولی چون با یکی از روایات منافات داره بنده پایان نامه تو رو رد کردم. هم چیزی کسی دیده بنده نشون بده، ولی من خلافش به شما 10 مورد نشون میدم که طرف پایان نامه نوشته، قوی، استدلالا به همون سبک غربی کاراش کرده، کنارش 2 تا آیه و حدیث آورده. استاد گفته تو همین دانشگاه تهران بهش گفته این روزه ها و منبراشو حذف کن، بعد بیا بهت نمره بدم. اونا علم نیست. ما عکسش دیدیم، این خط قرمز ما دیدیم، این خط قرمز هست. یعنی آخوندات اون چنان مشتی از جوونا و دانشجوها خوردن که دکور صورتشون اساسی به هم ریخته و جای سالمی نمونده توش. حالا وسط این ریزش و شرشر این دلقک خمینی هم سر و کلش پیدا شده تا خودش رو استاد جا بزنه و یه چنین افاضاتی به هم ببافه. ملیگرایی چو ایران نباشد چی؟ غلطه. چو حق نباشد دل من نباشد. ایران و غیر ایران فرق نمیکنه. ما زمین پرست یا نیستیم؟
این حجت الاسلام انکرالاصوات هم واسه رونق دادن به بازار آخوندی زده تو خط خوانندگی، منتها دیر رسیده و رفته ته صف. بدرخشید و ماه مجلس شد. نوای دلنشین حاج آقا قاسمیان این روزها در فضای مجازی پرمخاطب است. تصاویری که بارها و بارها به آن توجه شد. باید روحانیانی داشته باشیم یا آدمایی داشته باشیم، هم زمینه‌های دینی داشته باشن، هم واقعا جذابیتی برای جوونا داشته باشن. این طرف دنبال جذب جووناست، اما واکنشی که عایدش میشه یه چیزی تو این مایه هاست. Big bite, big bite. What do you think? Pretty good? یه خواننده‌ای هم بود که ریشش رو گره زد به ریش عظما. آخر عاقبتش این شد. بدون شرح نگاه کنید. وقتی خدا بخواد غیر ممکن ممکن میشه و وقتی که خدا بخواد غیر ممکن ممکن میشه، پس اگه خدا بخواد غیر ممکن ممکن میشه. پس اگه تو کاری کنی که خدا نتونه نخواد، غیر ممکن رو ممکن کردی. مدت هاست که به کلکسیون وحشت آخوندا اسم تلگرام هم اضافه شده. حالا انعکاس همین ترس رو تو تیوی ریش ملاحظه کنید. 170,000 کانال فارسی در این اسمشو نبرداریم، چون میدونین اسمش که جیزه، نباید بگیم. یه شبکه پیام رسانی که یه قابی داره دورش آبیه، وسطش موشک سفید رد شده داریم. کانالم فارسی نیست، فارسیش میشه آبراه. آبراه موشک نامه بر 170,000 تا. یعنی اسم تلگرام که میاد یه چنین هولی میفته تو دل آخوندا. وقتی قرار میشه این آخوند تانگه بیاد همین ترس آخوندا از دنیای مجازی رو برملا کنه، اون وقت تنها نتیجه حرفاش این میشه که یه جزء دیگه به اجزای خبر تو خبر اضافه میشه تا یه شکم سیر به ریشش بخندی. در روایت داریم آخر از زمان بعضیا خوابشون سگی میشه، شباشون خوابشون مثل سگا میشه. خودتون گفتید بخون دیگه. یعنی چی؟ مثل سگ تا پاسی از شب بیدارن، سحر که باید بیدار باشن خوابن. این الگو رو کی داره به ما میده؟ بگید دشمن. دشمن از اون ور دنیا داره به ما میگه کی شب بخواب، تا ساعت 1-2 بشین پای ماهواره، خدایی نکرده پای اینترنت، پای فضای مجازی، پای این کانال ها بشین، بعد ساعت 2-3 بخواب دیگه برای نماز صبح بلند نشی. آخوندا هر چقدر هم تو فضای مجازی دور خودشون بچرخن و این ور و اون ور کنن، باز هم نمیتونن حریف جوانای زبر و زرنگ هموطن بشن. در پایان یه بار دیگه سال نو میلادی رو به شما و به خصوص هموطنان مسیحی شادباش میگیم و با هم به تماشای این تبریک و ابتکار متفاوت میشینیم.